الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالأطياب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خرسندم از این که توانستیم در جلسه های گذشته مطالبی را درباره سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم خدمت شما بیان بکنم. درباره نسب رسول الله صلی الله علیه و سلم از جهت پدری و از جهت مادری و خویشاوندان رضاعی و شیری رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد از اینکه خویشاوندان نزدیک رسول الله را، پدران و مادران رسول الله صلی الله علیه و سلم را خدمت شما معرفی کردم، در این جلسه میپردازیم به ذکر نام و معرفی عموهای رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی فرزندان عبدالمطلب. اگر خاطرتون باشد در یکی از جلسه های نخست و اولین برنامه هایی که در این سلسله برنامه ها اجرا کردیم بیان کردیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرزند عبدالله هستند و رسول خدا صلی الله علیه و سلم معروف هستند به نام ابن الذبیحین، یعنی فرزند دو کسی و دو نفری که در راه الله متعال قربانی شدند. یکیشون حضرت اسماعیل هست، فرزند حضرت ابراهیم علیه السلام که داستان قربانی شدنش را همه من و شما میدانیم، و دیگری عبدالله هست، پدر رسول الله صلی الله علیه و سلم، که عبدالمطلب نذر کرده بود که هرگاه 10 فرزند پسر داشته باشد و همگی به سن کمال برسند و بتوانند از اون دفاع بکنند، یکی از این 10 فرزند را قربانی میکند در راه الله متعال. و بعد از این که این فرزندان عبدالمطلب به 10 پسر رسیدند، وقت آن فرا رسیده بود که بر اون نذر و وعده‌ای که کرده بود در واقع وفا بکند و به خاطر وفای به نذر عبدالله را میخواست قربانی بکند، زیرا که وقتی که قرعه میانداختند در میان فرزندان هر بار نام عبدالله بیرون میآمد و به پیشنهاد خویشاوندانش دوباره در میان عبدالله و چندین شتر قرعه انداختند که بعد از هر سری که قرعه به نام عبدالله میافتاد 10 شتر را اضافه میکردند تا اینکه نهایتا میان عبدالله و 100 شتر قرعه انداختند و قرعه به نام شترها افتاد و به اون گونه پدر رسول الله صلی الله علیه و سلم از قربانی شدن در واقع نجات یافت. اما این معروف شد و در تاریخ ماند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرزند ذبیحین هست، یعنی 2 فردی که در راه الله متعال قربانی شدند. به این نتیجه میرسیم که فرزندان عبدالمطلب بسیار زیاد بودند، حداقل 10 پسر برای ایشان ذکر شده و این وعده و نذری که ایشان داشتن هم در راستای کامل شدن 10 پسر و تعداد فرزندانش به 10 نفر بود. عبدالمطلب همسران متعددی را داشت و از این همسران این فرزندان را الله متعال به اون عنایت کرده بود. عباس و زرار از یک مادر بودند، مادرشون یکی بود. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه و همچنین مقوم و حجل که با هم برادر بودند، مادرشون یکی بود که قبلا عرض کردم خدمت شما که مادرشون حاله هست، حاله بنت وهب، و وهب عموی آمنه مادر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. و همچنین حجل و که حارث و قسم که 2 نفر دیگر از عموهای رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، مادرشون جداگانه بود، یک مادر دیگه داشتند، از مادر دیگه بودند. و عموی دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو لهب که نام واقعیش عبدالعزا هست، این از یک مادر دیگر بود و در واقع عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و از آنجایی که ابو لهب بسیار زیبا بود و خوش سیما بود، این نامش را گذاشتن ابو لهب، یعنی مانند یک شعله آتش سرخ است و درخشنده است، و نام اصلیش عبدالعزا بود. و
دیگر فرزندان عبدالمطلب که عبدالله بود و زبیر هست، ابو طالب هست، مره و عبدالکعبه، اینها از یک مادر بودند. مادرشون فاطمه بود که زبیر، ابو طالب، مره و عبدالکعبه عموهای رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. اینها مجموعی هستند از فرزندان و پسران عبدالمطلب و عموهای رسول الله صلی الله علیه و سلم. درباره خود عبدالمطلب قبلا ما بیان کردیم، ویژگی های ایشان را به صورت مختصر و نکات برجسته زندگی ایشان را در یکی از جلسات قبلا خدمت شما بیان کردیم. و هاشم که پدر عبدالمطلب هست و فرزندان متعددی را داشت، منتها در نهایت نسب و سلسله نسب و اولاد هاشم فقط و فقط از عبدالمطلب باقی مانده. هاشم فرزندانی دیگر و نسلی دیگر غیر از نسل عبدالمطلب، فرزندش عبدالمطلب، برای اون نسل دیگری باقی نمانده. از میان عموهای رسول الله صلی الله علیه و سلم 4 نفر زنده بودند، حیات داشتند که رسول الله صلی الله علیه و سلم به بعثت و نبوت مبعوث شدند و این مقام و رسالت الهی را دریافت کردند که این عموها در واقع 2 نفر از اونها مسلمان شدند، حضرت حمزه و حضرت عباس رضی الله تعالی عنهما، و 2 نفر دیگرشون که در زمان حیات رسول الله و در زمان بعثت و نبوت رسول الله حضور داشتند و مسلمان نشدند، ابو لهب هست و دیگری ابو طالب پدر حضرت علی رضی الله تعالی عنه. و از میان عموهای رسول الله صلی الله علیه و سلم اون کسانی که از اونها نسبی باقی مانده و نسلی باقی مانده، عموهای ایشان هستند حضرت عباس هست و بعد از اون ابو طالب و ابو لهب و حارس، و بقیه عموهای رسول الله صلی الله علیه و سلم نسلی از اونها باقی نمونده، گرچه برخی از اونها نسلی را داشتند مانند حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه و زبیر و مقوم، و این در واقع نسل اونها بعد از مدتی از بین رفت و منقرض شد. و تمام نسلی که از عموهای رسول الله صلی الله علیه و سلم باقی مانده از عباس هست و ابو طالب و ابو لهب و حارس. اینها عموهای رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. و معروف ترین عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم که نقش بسیار زیادی را در تاریخ صدر اسلام داشت و همه اون را میشناسند، سید الشهدا حضرت حمزه هست، حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه که سید الشهدا هستند و الله متعال اسلام را به وسیله مسلمان شدن حمزه رضی الله تعالی عنه قوت بخشید، همان گونه که با مسلمان شدن عمر مسلمانان عزت و قدرت و اقتدار بیشتری را هم کسب کردند. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم اون کسی هستند که یکی از معروفترین شهدای اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند که دومین شهید اهل بیت هستند که از اهل بیت و خویشاوندان نزدیک رسول الله صلی الله علیه و سلم در راه اسلام شهید شدند. ایشان در روز احد به شهادت رسیدند. در غزوه احد حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه به شهادت رسیدند و قبل از حمزه یکی دیگر از خویشاوندان نزدیک رسول الله صلی الله علیه وسلم و یکی از عموزادگان رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی عبیده ابن حارث ابن عبدالمطلب در غزوه بدر به شهادت رسیده بود که در غزوه بدر زخمی شد و بعدها بر اثر اون زخم در واقع از دنیا رفت. پس بنابراین حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه سید الشهدا دومین نفری هست که از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم به شهادت رسیدند و جان خودشان را فدای این دین کردند. انشاءالله بعد از مشاهده کردن یک میان برنامه باز هم در خدمت شما خواهم بود و توضیحاتی را درباره عموهای رسول الله صلی الله علیه وسلم خواهم داد. حضرت پیغمبر خدا به حضرت عایشه چقدر محبت دارد، لذا روزی که روزی حضرت عایشه فرمان روایی و مملکت و پادشاهی و ملک من چیز زیاد نمیشه. خداوند و رسولش فرموده اند به اتمام رسیده باشد. و هم حدیث نواس بن سمعان. اجازه بدید قبل از اینکه این حدیث رو بیشتر باز کنم. وصال حق، ندای حقیقت،
ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. و الله به فرمان خویش حق را تحقق می بخشد هرچند برای مجرمین ناخوشایند باشد. آری بینندگان عزیز و ارجمند، حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه سید الشهدا، عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم و یکی از دو عموی ایشان که مسلمان شدند سید الشهدا بودند و کسی بودند که اسلام ایشان باعث فخر بود و یک قدرت و اقتدار و عزتی بود برای تمامی مسلمانان. و داستان مسلمان شدنشون از این قرار بود که ایشان به شکار رفته بودند و در غیاب ایشان ابو جهل بی احترامی کرده بود به رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعد از این که ایشان از شکار برگشتن خبر رسید که ابو جهل اهانت کرده و بی حرمتی کرده به رسول الله صلی الله علیه و سلم. حمزه رفت و بر بالای سر ابو جهل و با همون کمانی که در دستش بود اون را بر سر ابو جهل کوفت و نهایتا ابو جهل زخمی شد و حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه گفت من از امروز بر دین محمد هستم، دین محمد رو من قبول کردم، اگر واقعا جرأت داری این ضربه مرا پاسخ بده، اگر واقعا میتوانی. این یک انگیزه بود برای مسلمان شدن حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه و حضرت حمزه جز مهاجرین اولین هستند، هجرت کردند به مدینه منوره و در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم در غزواتی که بودند تا غزوه احد که شرکت کردند و به شهادت رسیدند. و بعد از هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم در میان حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه و زید ابن حارثه یک نوع اخوت و برادری رو برقرار کردند، برادر همدیگر اعلام شدند و در روز احد که حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه شهید شدند قبل از این غزوه وصیت کرده بودند به زید ابن حارثه که در واقع برادر ایشان بود که اخوت و برادری رو که رسول الله صلی الله علیه وسلم در میان ایشان برقرار کرده بود. حضرت حمزه در غزوه احد به شهادت رسید و مشرکان جسد ایشان را مسله کردند، اعضای بدنش را قطع کردند و رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشان را در دامنه کوه احد دفن کردند. و جالب اینجا هست که یکی دیگر از خویشاوندان ایشان در کنار حضرت حمزه هم دفن هستند. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه همراه با خواهرزاده‌اش عبدالله ابن جحش در یک قبری در واقع دفن شدند، در کنار همدیگر هستند در دامنه کوه احد که در اونجا رسول خدا صلی الله علیه و سلم عمویش را و پسر عمه‌اش را که عبدالله ابن جحش بود و پسر امیمه بود، امیمه مادر زینب هست، زینب بنت جحش که یکی از همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و اولین همسری که از جهت مادری به رسول خدا صلی الله علیه و سلم در واقع به نزدیک هست حضرت زینب بود، زینب بنت جحش که دختر عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه اولاد زیادی را داشت، فرزندانی را داشت مانند عماره، یعلا، عامر، عمرو یا عمرو هست یا فاطمه دختران ایشان و دختران دیگری را هم داشتند و که اینها مجموعی بودند از اولاد و فرزندان حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه و منتها اون از نسل حضرت حمزه منقطع شد. امروزه نسلی به عنوان نسل حضرت حمزه یا اولاد و فرزندان حمزه امروزه وجود ندارند و اگر کسی هم ادعا بکند که ما از نسل حمزه هستیم چنین ادعایی باطل هست. و یکی دیگر و عموی دوم رسول الله صلی الله علیه و سلم که مسلمان شد حضرت عباس بود، عباس ابن عبدالمطلب که ابوالفضل هستند، معروف به ابوالفضل و 2 سال از رسول الله صلی الله علیه و سلم سنشون بیشتر بود و عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند که مدت طولانی زنده بودند در حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم، برخلاف حضرت حمزه که در همون ابتدای هجرت در غزوه احد شهید شدند.
رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که انما العباس سنو ابی، عباس برادر، یعنی برابر با پدر من هست و مثل پدر من هست. فمن آذى العباس فقد آذانی، هر کسی که عباس را اذیت بکند در واقع من را اذیت کرده. این حدیث را طبرانی نقل کرده و درجه این حدیث حسن هست، یعنی این حدیث یک حدیث حسنی هست. و حضرت عباس رضی الله تعالی عنه عمارت مسجد الحرام را، پردهداری را و سقایت الحاج را و آب دهی را به حجاج کرام و زائران خانه کعبه را به عهده داشت. و حضرت عباس حتی در اون زمانی که هنوز مسلمان شده نبود در کنار رسول خدا صلی الله علیه و سلم قرار داشت و جز افرادی بود که در بیعت عقبه همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت و حضور داشت در اون بیعتی که و تعهدی که در میان رسول الله و اون مسلمانانی بود که از مدینه و یثرب اون زمان برای حج اومده بودند. و حضرت عباس رضی الله تعالی عنه در غزوه‌ای که در بدر بود شرکت کرد از جانب مشرکان و مشرکان مجبور کردند حضرت عباس رضی الله تعالی عنه را که همراه اونها برود. به این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلام کرد که من لقی منکم العباس و طالبا و عقیلا و نوفلا و ابا سفیان فلا تقتلوهم. هر کسی که این افراد را دید، عباس را دید، طالب را دید برادر حضرت علی و عقیل را و نوفل را و ابو سفیان را که عموزاده های رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، گفت که اگر اینها را دیدید اونها را نکشید، زیرا که اینها را به قهرن و به جبر اونها را خارج کردند و به این جنگ آوردند، نمیخواستند که با ما به جنگ بیفتند، در این جنگ شرکت بکنند. به این خاطر بود که حضرت عباس رضی الله تعالی عنه را آزاد کردند. جز اسرای بدر بود و همچنین عقیل جز اسرا بود که حضرت عباس رضی الله تعالی عنه فدیه اون را داد. و حضرت عباس رضی الله تعالی عنه حتی در زمانی که در مکه بود یکی از افرادی بود که اخبار مکه را و تحرکات قریش را نقل می‌کرد برای رسول الله صلی الله علیه و سلم، جمله آمادگی قریش را و بیرون آمدن قریش برای غزوه احد را به رسول الله صلی الله علیه و سلم گزارش داد. و در غزوه حنین در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و در زمانی که بسیاری از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم متفرق بود، این صدای رسای حضرت عباس بود که فریاد کشید که یا اصحاب سوره البقره یا اصحاب الشجره، همه را صدا زد و با صدای حضرت عباس تمام اصحاب رسول الله دوباره بازگشتند در پیرامون و گرداگرد رسول الله صلی الله علیه و سلم. و از آنجایی که حضرت عباس صدای بسیار بلندی را داشت در حجة الوداع، اون کسی که تبلیغ میکرد، یعنی صدای رسول الله و حرفهای رسول الله صلی الله علیه و سلم را با صدای بلند تکرار میکرد، حضرت عباس رضی الله تعالی عنه بود. حضرت عباس در آخر عمرش نابینا شد و در سال 32 هجری وفات کردند و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه نماز جنازه ایشان را خواندند و نهایتا ایشان در بقیع دفن شد. ما انشاءالله سعی داریم که در کنار ذکر خویشاوندان رسول الله صلی الله علیه و سلم یک گوشه از فضائل این بزرگواران را و از افتخارات این بزرگواران را انشاءالله خدمت شما بیان بکنیم. تا برنامه دیگر انشاءالله که در خدمت شما خواهم بود و مطالبی دیگر را درباره خویشاوندان رسول الله خدمت شما عرض خواهم کرد، تمامی شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالأطياب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى